салом бинандагони азиз, шумо барномаи ахбори озодиро дар пахши мустақим тамошо доред ки таваллути ахири Тоҷикистону ҷаҳонро манзуратон мегардонад. имрӯз 11 апрел ин мавзӯъҳоро дорем. наздикони як корманди бонк дар шаҳри Кӯлоб иддао доранд ки ӯро милисаҳо латуқуб кардаанд. талаби онҳо муҷозоти гунаҳгорон аст. рафтан буд телефон кардан, занг задан, 8 нафари дигара гирифтан овардан, бачаи мара дистоша қапида, зада гирифтан ба адил бурдан. зиндагии бидуни обу нон ва дар муҳосира баъди озод намудани шаҳри шимолии Чернигова мардумаш нақл карданд ки чӣ гуна рӯзҳоеро пушти сар намуданд. ва сокинони маҳаллае дар душанбе аз тахриби манзилҳояшон нигаронанд, зеро касе аз масъулон барояшон намегӯянд ки тақдири бошандагон чӣ мешавад. пеши вай рафтем, бачаи мумалӣ рафтем, рустам мумалида рафтем, шикоят рафтем, бисёрӣ рафтем, 90 кас 100 кас зиёд рафтем. як сокини шаҳри Кӯлоб даъво дорад ки кормандони пулис писарашро ки дар бонк кор мекард латукуб намуданд. Почоби Наимова мегӯяд фарзанди ӯ баъд аз он мавриди озору латукуб қарор гирифт ки натавонист пули кормандони пулисро бидиҳад. мақомот расман қазияро тавзеҳ надоданд. танҳо як масъули идораи пулиси шаҳри Кӯлоб гуфт сабаби ҳодиса дигар аст. мулло Раҷаб Юсуфӣ ва Нигораи Фазлиддин мавзӯъро пайгирӣ карданд. فرزند این زن 5 روز است که در بیمارخانه معروف به قریه بالای دوشنبه بستری است. پاچابی نعیمова ادعا دارد که کارمندان میلیسه شهر کولاب پسرش را لطوکوب کردند. حادثه روز 4 اپریل رخ داده است. فرزند این زن کارمند فیلیال امانت بانک در شهر کولاب است. 2 نفر میآیدن از شهر. میآیند میگن که ما پول در کوره، اما بچه میگه که من حضور دست ندارم. میگن که شما میدونی که ما کیم، ما اوگالونی کیم. میگه خیلی فرق چی مده شما اوگالونی کیم؟ شما هممون همی شهروندی جمهوری تاجیکستانیم. لیکن با گوش نکردن همیرا مناقشه برداشتم. بعدی همی نیکروز گفته است که پسرم که موزی بر رئیسی ما گپ زنیم. لیکن گوش نکردن. پیش رئیس هم نرفتن، رفتن بود تلفن کردن، زنگ زدن، 8 نفر دیگر را گرفتن آوردن، بچه مرا دستاش قپیده زده گرفتن به عدل بردن. تشخیص طبی دادگاهی نشان داده است که پرده گوش نکروز رحمانوف رخنه شده است. پزشکان احوال این کارمند امانت بانک را معتدل میگویند. تلاش‌های ما برای فهمیدن نظر مقامات در این باره بی نتیجه بود. در دادستانی شهر کولاب و هم در دادستانی این منطقه از شرح موضوع خودداری کردند. یک منبع در اداره پلیس شهر کولاب به رادیو آزادی گفت قضیه آن طوری نیست که نزدیکان کارمند بانک میگویند. این مسئول اداره پلیس کولاب برعکس نکروز رحمانوف را به آن متهم کرد که گویا به همکاران او دشنام داده است. حالا پاچابی نعیمова از مقامات طلب دارد که گناهکاران جزا گیرند. بچه ما بعد او حرارتش بلند شد چند روز در خانه ما گرفتیم آوردیمش در اینجا که پرده گوشش دریده جراحیش کردیم. 5 روزه که ما در همینجا سرسان و سرگردون در همین بیمارخانه قریه بلوک در همین دویم کورس ایستادگیم. جنجال کارمندان پلیس و مسئول بانک در شب و روز سر زد که شکایت‌ها از کمبود مبلغ در بانک‌های کشور زیاد است. این مشکل به گفته ساکنان از آغاز ماه اپریل به این طرف وجود دارد. ازدحام برای گرفتن پول در نزد بانک و هم بانکمت‌ها این شب و روز یک چیز مقرری است. هرچند مسئولین بانک ملی میگویند که درخواست بانک‌های تجارتی برای گرفتن پول نقد را پرقانع کرده است. مولو رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه. رو می‌آوریم به اوکراینا. بعد محاصره یک ماهه روسیه نیروهای اوکراینا شهر شمالی چرنیگووا را آزاد کردند. اما بعد حمله موشکی که روز جمعه 10 نفر را کشت، مردم بیم دارند که دیگر باره مورد حمله قرار می‌گیرند. گزارشی را که در این باره صدای آمریکا تهیه کرده است، همکارم کیومرثی عطا تقدیم می‌کند. در اینجا مردم برای آب و خوراک و دیگر مواد ضروری اول در شهر چرنیگوف نوبت می‌پایند. در شهری که یک ماه در محاصره نیروهای روسیه بود. ساکنانش میگویند در این مدت هر روز شاهدی تیراندازی و ترکش و حمله بودند. نصف از ساکنان شهر گریختند. صدها نفر فوتیدند، از جمله جوانانی که با سربازان روس می‌جنگیدند. شکم پسرم از تیر گراناتامет پاره شد. تیر هم خورده بود ولی جنگ را ادامه میداد.
سه کارمندان این شفاخانه یا گریختند یا بینشان هستند. متصدیانش میگویند برای شمردن جسدها وقت زیاد لازم می شود. بیناهای استقامتی زیادی ویران شد. خرابه‌ها را پاک نکردند. همچنین در دیهات اطراف خانه‌های زیادی ویران گشته است و فکر می‌کنم که از زیر آنها جسدهای زیادی پیدا کنند. مردم در تهخانه‌ها زندگی می‌کردند. هفته گذشته نیروهای اوکراین چند شهرک و دهات ولایت کیف را آزاد کردند و روسیه گفت که برای اشغال مناطق شرقی اوکراین تمرکز می‌کند. سربازان روس را به قتل غیر نظامیان، تجاوز و غارتگری متهم می‌کنند و اوکراین میگوید که روس‌ها به جنایت‌های جنگی دست زدند. روسیه میگوید که غیر نظامیان را هدف نگرفته است و ادعاهای جنایت‌های جنگی را رد می‌کند. ماموران امدادی در چرنیگوف میگویند بسیاری از بازماندگان جنگ همه مال و منالشان را از دست دادند. پری روز یک زن آمده گفت که خواجگی کلانی داشته 100 مرغ، 4 خوک و 3 گاو. سربازان روس آمده همش رو کشتند و هیچ چیز نماندند. او میگریست. طبیبان میگویند علاوه بر فقر و مرگ و مجروحی، محاصره سبب آسیب دائمی روانی مردم شده است. با عقیده من مردم اینجا هرگز دیگر احساس امنیت نخواهند کرد، زیرا منتظر تکرار حادثه خواهند بود. این جنگ قطعا ما را دیگر کرد. روز جمعه در شهر شرقی کراماتورسک موشک به ایستگاه راه آهن برخورد و 10 نفر را کشت. مردم چرنیگوف میگویند شدت گرفتن وضع ترسناک است و ممکن است به آنها دیگر باره حمله کنند. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه‌ترین اخبار، گزارش‌های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. شما برنامه اخباری رادیو آزادی رو تماشا دارید. دادگاه روسیه مهلت بازداشت 4 مهاجر توجیک رو که ماه نوامبر سال گذشته جای اقامتشان را آتش زده بودند تا 12 ایون امسال دراز کرده است. مهلت تفتیش پرونده این زادگان توجیکستان که اوبوشی و قصد کشتار متهم میشوند باری سوم است که تمدید میگردد. یک منبع نزدیک به تفتیشات گفت دلیل‌های کافی برای گناهکار کردن مهاجران توجیک وجود ندارد. روز 12 نوامبر سال گذشته ساکنان دهه زالاری ولایت ایرکوتسک بعد ماجرا با مهاجران توجیک واگن زیستی آنها را آتش زدند. در نتیجه 2 نفر هلاک شدند. مقامات توجیکستان و پیوندانشان آنها را بیگناه می‌دانند و میگویند برعکس مهاجران جبر دیده میباشند. برنامه را ادامه میدیم. گروهی از ساکنان محله نوبهاری شهر دوشنبه بعد از آن که مشکل آنها در سطح اداره‌های دولتی حل خود را نمی‌یابد اخیراً برای دادخواهی نزد دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان می‌روند. این ساکنان را هشدارهای به تکرار مقامات برای تخریب منزل‌هایشان نگران کرده است. آنها طلب دارند که در صورت ویران کردن خانه‌هایشان مقامات باید دقیق کنند که تقدیر من بعدشان چی خواهد شد. علیشیر ظریفی در همین باره گزارش می‌دهد. نامه سود وای کردن شما باید که 12 زمین خالی کنیم ما کراچی وای میکنیم زمیناتون رو میکوچونیم و وای میکنیم بیمارخانه سیراحتی میکنیم. گروهی از ساکنان محله نوبهار ناحیه سینای شهر دوشنبه را تهدیدهای پیهم تخریب منزل‌هایشان نگران کرده است. آنها میگویند صبح 6 اپریل برای دادخواهی نزد دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان رفتند ولی از این نهاد پاسخ مشخصی دریافت نکردند. پیش وای رفتم بچه مومالی رفتیم رستم مومالی رفتیم شکایت رفتیم بسیاری رفتیم 90 تا 100 تا زیاد رفتیم و یا ما گفتن که ما مکتوبتون رو میبینیم چهارتون رو میبینیم بعد شما اعلام میکنیم جواب شد نشد. ما زدیم رفتیم امروز پیش دختر مومالی رحمان آزاده رحمان رفتیم اوجا ما 4 کس ما درو برا نماینده دونی اوجا این از خلاصی گفت که همین 93 خونه میخیزه. با گفته ساکنان آنها 12 سال قبل در این محله منزل بنیاد نمودند و هنگام ساختمان خانه کسی به آنها نگفته است که این کارشان غیر قانونی است.
حجت‌های خانه را داریم؟ داریم، این همینطوری همینا همه داریم. بیچاره به دولت زده این امروز در نزدچه دختر که دختری خطایش برده استادیم عصباش باید اون چیزی ناز برای برخی ساکنان دعوا دارند که سندهای رسمی منزل را دارند و کسی از مسئولان متوجه نمیشوند که با تخریب منزل‌هایشان تقدیر منبعدی خانواده‌ها چی خواهد شد. من 3 روز یا هفته میشوه دهانی روزا گفتی چی سوها اولا کده کوارتیر میکنم آخی جو ندارم که برام من که جو میروم مقصد. در شعبه ساختمان و معماری حکومت نویه سینا گفتند از نگرانی ساکنان در مورد تخریب منزل‌هایشان خبر دارند، ولی بنیاد بیمارخانه سرایتی نیز در محله از سالهای 60-70 در نقشه بوده است و بعضی ساکنان غیرقانونی آنجا منزل بنیاد کردند. قرار است حدود 93 خانه که در اطراف ساختمان ناتمام بیمارخانه است تخریب شود. برخی ساکنان میگویند در عوض تخریب منزل‌هایشان باید به آنها برابر به ارزش خانه‌هایشان جبران پولی داده شود یا در جای دیگری به منزل تامین شوند. مسئله‌ای که در حکومت سینا گفتند تا حال ناروشن است و قرار نهایی در مورد جبران یا تامین ساکنان به منزل در جای دیگر صادر نشده است. گزارش علیشیر ظریفی بود و یک گزارش دیگر هم داریم. یک آموزگار جوان تاجیک پیشنهاد دارد که در مکتب و دانشگاه کشور برای طالب علمان پارک یا توقفگاه دوچرخه ساخته شود. در شرایطی که نرخ مواد سوخت و راهگیرا گران می شود، دوستداران دوچرخه در تاجیکستان می خواهند مقامات شرایط فراهم آورد تا دوچرخه چون یک واسطه نقلیات استفاده شود. نبود راه مخصوص و توقفگاه ها حرکت با دوچرخه را در شهر مشکل کرده است. تفصیلات در گزارش زرنگیز نوروزشاه. بختیار تقریباً 2 سال باز با دوچرخه به کار و درس می رود. آموزگاری زبانی انگلیسی است. می گوید با دوچرخه به خرج و سری وقت به کارهایش می رسد. در یک روز او از 20 تا 40 کیلومتر حرکت می کند. خودی من در اتوبوس ها маршрут های دیگر نشسته نمی توانم. اگر حالت های مجبوری باشد ممکن در دیگر حالت هایی که ضرور نیستند بیشتر وقت من با دوچرخه می روم جای های ضروری. شکرانه خدا سلامتی هم خوب است. پیشنهاد من همین که جوانان بیشتر خصوصا زنان پدران و مادران و همچنین دختران نیز بسیارتر جلب کرده شوند. بختیار به مقامات پیشنهاد دارد که برای حرکت دوچرخه ها در شهر شرایط فراهم کنند و در نزد دانشگاه ها توقفگاه های دوچرخه بسازند. با سبب نبود توقفگاه او 2 بار دوچرخه اش را گم کرده است. خوشبختانه در شهر عزیزمان دزداری دوچرخه‌رانی خیلی جوانان بسیار شدند. در راه رو من آنها را میبینم و متاسفانه در یگان دانشگاه دوشنبه فکر میکنم که پارک ولوسپد نیست. در گذشته هم پیشنهادها برای به کار آمدن با دوچرخه و ساختن شرایط برای دوچرخه سواری صدا داده است. Я посчитал, грубо говоря, من حساب کردم که در یک ماه تقریبا برای از خانه به کار رفتن در مسافه مثلا 20 کیلومتر تقریبا 2 لیتر بنزین صرف می شود. حساب کنید در یک سال شما 800 لیتر بنزین را برای روان به کار خانه صرف می کنید. این در حالی که شما می توانید با حرکت توسط دوچرخه در همین مسافه مبلغ زیادی را صرف کنید و هوا را تازه نگه دارید. кучу свежего воздуха. با وجود مشکل راه و نبود شرایط در برخی از منطقه های دوردست تاجیکستان استفاده ولاسیپد چون یک واسطه نقلیات معمول است. مثلا در ناحیه دوستی به دلیل دوری راه و کمبود نقلیات آموزگاران زن هم با دوچرخه به کار می روند. کاری که بختیاری عاشق دوچرخه می خواهد در دوشنبه و تمام تاجیکستان رایج شود. بینندگان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به آخر می رسد. تشکر از یکایک شما که تا آخر برنامه ما رو همراهی کردید. چون همیشه شما می توانید خبر گزارش های بیشتر از این رو در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org و یا صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. من شما رو فردا در برنامه سرخط رویدادها منتظرم. تا برنامه فردا خود را احتیاط نمایید و خدا نگهداری هر یک.